تا حالا دقت کردین بعضی لاستیکا هنوز آژ دارن ولی روی سطحشون ترک خورده؟ سلام، خوش اومدین به تایر اینفو هاب. امروز قراره خیلی ساده و کاربردی بگیم چرا لاستیک ماشین ترک میخوره و چطور جلوشو بگیریم. اولین و مهمترین عامل حرارت و گرمای زیاده. وقتی ماشین مدت زیادی توی آفتاب میمونه، اشعه فرابنفش به سطح لاستیک آسیب میزنه. لاستیک رو خشک و شکننده میکنه و ترک‌های سطحی کم کم بیشتر و عمیق‌تر میشن. برای پیشگیری سعی کنید ماشینتون رو توی سایه یا پارکینگ پارک کنید یا از کاورهای مخصوص لاستیک استفاده کنید. دومین عامل سن و تاریخ تولید لاستیکه. لاستیک ها تاریخ مصرف دارن. حتی اگه از اونا استفاده نکنید بعد چند سال خاصیت کیسانی و انعطاف خودشون رو از دست میدن. معمولاً عمر مفید لاستیک ها 4 ساله است. شما میتونید تاریخ تولید رو با نگاه کردن به کد 4 رقمی روی دیواره لاستیک پیدا کنید. اگه لاستیک قدیمی دارید، حتی اگه ظاهرش خوب باشه، احتمال ترک خوردن زیاده. سومین عامل سایش زیاد لاستیکه. وقتی آج لاستیک بیش از حد ساییده بشه، سطح لاستیک نازک‌تر میشه و آسیب پذیری بالاتر میره. در این حالت گرما، فشار و ضربه ها سریعتر باعث ترک خوردن یا حتی پارگی میشن. برای جلوگیری از این اتفاق به طور منظم آج لاستیک ها رو چک کنید و اگه نیاز بود به موقع تعویضش کنید. چهارمین عامل تأثیر زیاد آب و رطوبته. شاید عجیب به نظر برسه ولی رطوبت زیاد و آب میتونه به لاستیک ها آسیب بزنه. اگه لاستیک برای طولانی مدت توی محیط مرطوب یا کنار مواد شیمیایی قرار بگیره، ترکیب های لاستیکی اون تجزیه میشن و خاصیت خودشون رو از دست میدن. پس اگه ماشینتون رو برای مدت طولانی جایی پارک میکنید، مطمئن بشین اون محل خشک و تمیزه. پنجمین عامل رانندگی با لاستیک کمباد یا پرباده. فشار نامناسب هوا داخل لاستیک یکی دیگه از دلایل مهم ترک خوردگیه. اگه لاستیک کمباد باشه، قسمت‌های کناری اون بیشتر تحت فشار قرار میگیرن و اگه زیاد باد داشته باشه، وسط لاستیک بیشتر سایش پیدا میکنه. خلاصه در هر دو حالت ساختار لاستیک دچار تنش میشه و احتمال ترک خوردگی رو بالا میبره. پس خیلی مهمه که به طور منظم باد لاستیک ها رو چک کنید و طبق دفترچه راهنمای خود رو فشار باد رو تنظیم کنید. و اما سوال اصلی، آیا لاستیک ترک خورده خطرناکه؟ قطعاً بله. لاستیک ترک خورده دیگه استحکام اولیه رو نداره. ممکنه در سرعت بالا یا ترمز ناگهانی بترکه یا ماشین از کنترل خارج بشه. اگه روی لاستیک ماشینتون ترک دیدید، حتما زود اقدام کنید. گاهی یک تعویض ساده میتونه جلوی یک حادثه خطرناک رو بگیره. پس یادتون باشه گرما، سن بالا، سایش زیاد، رطوبت و فشار نامناسب هوا همگی دلایل اصلی ترک خوردن لاستیک خودروتون هستن. با یه بررسی ساده و مراقبت درست میتونید هم عمر لاستیکاتون رو بیشتر کنید، هم امنیت رانندگیتون رو بالا ببرید. سپاس از اینکه تا پایان ویدیو همراهمون بودید. اگه این ویدیو براتون مفید بود، خوشحال میشیم با لایک و کامنت و سابسکرایب ازمون حمایت کنید. حمایت و نظرات شما انگیزه است برای ادامه مسیر و تولید محتوای بهتر. تا دیدار بعدی مراقب خودتون باشید.